هی بسید بچه‌ها، خوش داشتم. امروز خیلی 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 باحال یهویی ولاگ باحال یه سری ویدیو ساختم به اسم یهویی ولاگ که همینطوری میسازم براتون میاد. اولش براتون اینترو نگرفتم، ویدیو دارم آخر ویدیو میگیرم، یعنی وسطای ویدیو میگیرم، اما میره اول ویدیو که شما اینو اون موقع ببینید که چه وضعیتی برای اتاق من اتفاق افتاده متاسفانه و چه اتفاق برای خودم قراره در آینده بیفته. برای پدرم قراره در فعلا لایک کامنت سابش حتما یه ویدیو خفن از من ببینید. حتما لایک و کامنت سابش فراموش نشه. عاشق تک تکتونم. بذار یه ویلاگ خفن. لیتس گو. بچه‌ها من همین الان بیرون بودم، اومدم خونه بشینم ویدیوی جدیدی که گرفتم الان ماجرا داره و ببینید. سمیر ادیت کنم باش، اینجاش به هم ریخته بود. دیدم که آقا مثل یه جای آب بازه. بعد پومم بچه‌ها خیلی گرون است، فکر کنم ارزون ترین پوم بازار، نه شاید از 5 تومن بالا باشه و واقعا خب زوره وقتی یه پمپ. بعد تازه ما یه پمپ عالی خریدیم، مثل یه پمپی که الکترونیکی خودش کار میکنه، محشر، یه پمپ فوق العاده چینی، همین آمریکایی عالی، پمپ خیلی خفن خریده بودیم. بعد برام خیلی زور داره بخوایم عوض کنیم پمپو به این زودی، چون میسوزه اگه یه مدت پشت سر هم کار کنه. اما همین اومدیم خونه، پایین بودم گفتم برید بالا شیت فلکتون رو ببندید که ببینیم مثلا اصلا شیت فلکت رو ببندید که ببینیم آقا نشتی از کدوم ساختمونه. همه بسته بودن، 2 تا واحد موندن و ما بستیم که نبود، اون 2 تا واحد فقط موندن که ببینیم اونان یا مشکل جای دیگه. حالا شیر فلکه معاونه شدون بدم اینجاست. شیر فلکه با این پشت کمد منه، میزان کثیفی رو میتونید مشاهده ببخشید. و بچه‌ها نکتهش اینه، این کجاست؟ پشت این کمد، این که بغل اینه. ریلایت بیفته بدبخشیم. حالا اینجا من یه دونه من جا دارم که وسیله رو بذارم توش. حتی ورقه ریزرم هم اونجا، ورقه برای هدستم اونجاست و پر وسیله است. و اینجا کتابخونه است رسما، یه پری کتاب درسی اینا. حالا این گیر کرده، کشیدیم بیرون. برام نگاه کنید بچه‌ها، اینا همه ریختن بیرون. اصلا اینا چیز خیلی زیادیه. اینجا همه زمین طریق رو انجام میده که مشخصه که زمین خوشبختانه از ما نبود، یا اگرم باشه خوش نشون نده، چون 2 تا واحد دیگه هنوز موندن و من خیلی دلم میخواد الان ویدیو رکورد کنم. ببینم با این وضعیت نمیشه. و گیتارم هم از شانس بدم مونده بود زیر این آوار، پرام ریخته. گفتم من که الان ویدیو بگیرم، حداقل یه ویدیوی چیز توریش کنم، ولاگ توریش کنم، پشت پی سی نباشم. اگرم باشم مثلا یه بخش کوچولو رو میخوام بذارم اینجا بودم که بچه‌ها چون اینجا بودم خب خوردم به این پشت، ریگولیتور افتاد نشکست، خیلی شانس آوردم نشکست و خوردم به پای دوربین. وبکم یه ذره تکون ببینید، این یه ذره تکون خوردن چجوری کرده. یه نگاه کنید این یه ذره تکون خوردن نمی چیکار کرده با دوربین مثلا یه ذره اینور طرف بشه اینطوریش کرد. حالا من اگه کمترین دستی به این دوربین بزنم ایگا بالفست این الان با دوربین عادی خودمون تفاوت میکنه. برای همین مثلا بچه میبینید توی یه وقت توی ویدیوها من تغییر میکنه زاویه دوربینم، به خاطر اینه که من چاره دیگه ندارم، بعد وقت جابجا میشه و من نمیتونم اینه قبلش درست کنم. و آره اینم که با دستایی که خراب شده. اینجا هم که یه چیز نوره خاموشه و وضعیت رو نگاه کنین. آهیه بچه اتاق و آره دوربین و آره تصمیم دارم فعلا بشینم ویدیو رو ادیت کنم. یه ویدیو کویک گفتم اصلا ما اسم اینا رو بذارم یهویی ولاگ، یه سری میسازم یهویی ولاگ. یهو اتفاقی وقتی بخواستم ویدیو بگیرم اینطوری ویدیو باشه میگم یهویی ولاگ که خیلی باحال بشه. و الان احتمالاً نقشه داشته باشم بشینم ویدیو رو ادیت کنم. الان دقیقه چند ادیتش اصلا ببینم. مثلا ویدیو واقعا ادیتش خیلی خفن شده. من یه تیکه ویدیو رو نشون بدم. چه پریمیر منم باگ خورده. اگه کسی سر در میاره بهم یاد بده باگ خورده، مثلا میخوام تایملاین رو مثلا روش ببرم گیر میکنه، نمیتونم استاپش کنم، بعد اوکیش کنم. اینطوری شده. دقیقاً واکوید اول نکنید یه جوری میشه، میبینید اینطوری شده. آره اینطوری بزن گیر میکنه ویدیو، یا مثلا لگ میشه صفحش. اصلا دیگه تا خفن ویدیو اول ویدیو بهتون نشون دادم، ولی خب آره
قراره خیلی باحال باشه این ویدیو. واسه که ویدیو دیدید لایک کامنت باشه، حتما نگید ویدیو خفن حتما ببینید. من حمایت کنید. عاشق تک تکتونم. همچنین یوتیوب حسابتون نریزه و عاشق تک تکتونم. چقدر عاشق تک تکتونم گفتم من چقدر دوستتون دارم. و این ویدیو رو همین الان زودتر از این ویدیو ادیتش میکنم. اول پاولو میذارم توی کامنت ادیت میکنم. اینو میذارم آپلود. هنگام کلمات فارسی استفاده میکنم که قشنگیه. و در هنگامی که ویدیو رو آپلود میشه حتما این ویدیو رو دارم نگاه میکنم، به پیسی دارم نگاه میکنم. این ویدیو رو من آپلودش میکنم و در هنگامی که داره آپلود میشه این ویدیو رو ادیت میکنم. همین ویدیو و ویدیو باحالیه. بخیرتونم مثل همیشه بیگه من هستم. Gamers on his way. Every day he starts to play, dreaming big in every game, wants to make a famous name.